جوان مسلمان، ای اون نفری که جوانی و عشق و عاشقی گفته و آزادی گفته با یک زنی که برای تو حلال نیست در پارک ها و طربخانه ها، در لب دریاها و در درون ماشین ها و در خلوتگاه ها دستی به دست با همدیگر سیر و تفریح میکنید، در پیش چشم مردم یکدیگر را آغوش میگیرید و حتی به درجه ای که عمل زنا را انجام میدهید. خوب به یاد داشته باشید جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره این فعل زشت و فحش شما چی میفرماید؟ خوب به یاد داشته باشید جوانان عزیز. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر آینه اگر بر سر یکی از شما با میخ آهنین کوبیده شود، یعنی در سر او میخ آهنین کوبیده شود، این برای او بهتر از آن است که با زنی برسد که برای او حلال نیست. روایت ترمذی. جوانان عزیز خوب به یاد داشته باشید مغرور جوانی و مغرور این همه آزادی نشوید و عاقبت خود را برباد نکنید. جوانان عزیز به امید جوانی و عشق و عاشقی آخرت خود را تباه و برباد نکنید. کاری نکنید که دیر یا زود غضب پروردگار به سبب این همه گناهان بزرگی که شما انجام میدهید غضب پروردگار دامنگیر شما شود. از الله بترسید.